نمایش بهتر از دوست ادامه‌گری برنامه روزهای تلویزیون باورستان است و این نمایش برای آنهایی است که کتاب دوستان، کتاب خوانند و با مطالعه سرگرمی بدهید شوق زیاد دارند. امروز گروه جدی ما در نزد خانه موزه یکی از شاعران واقعا هم شناخته اواخر عصر 19 و ابتدای عصر 20 نقیب خان طغرل احراری در دهه 1900 قرار دارد و ما خواستیم که نمایش امروزه رو محض در این مکان در نزد این خانه موزه و در خود گلباغی که خود شاعر با دستان خود بنیاد کردند برگزار نماییم و مهمانان نمایش امروزه ما یک گروه خوانندگان فعال از مؤسسه تعلیمی رقمی 8 دهه 1900 می باشند. نمایش ما در همکاری با اتفاق نویسندگان تشون صورت میگیرد و نویسنده مدیر شعبه ادبیات بچگان اتفاق عزیز پیوسته مشورتچی نمایش دائمی ما هستند. ما امروز با یکی از اثرهای واقعا هم شوق‌آور ادبیات معاصری تاجیک داخل میکنیم با قصه سرمدهی نویسنده معاصر بهمنیار انیخترش با یکی از حکایه های انمی قصه و این حکایه نام دارد شهبوزی بیبی مریم. دور با اون که ما چرا محض این حکایه رو انتخاب کردیم شما خودتان در رفتی برنامه آشنایی پیدا میکنید همین خیلی نیست و چون گفتیم که واقعا هم خودی قصه سرمده یکی از قصه های واقعا هم شوق‌آوری ادبیات امروز است و اگر نفری که تو امروز نخوانده باشد ما که در ابتدای نمایش توصیه میدیم که حتما همین اثر رو دسترس کنند مطالعه کنند و خوانند چون سبک نگارش خیلی عجیب است قهرمان ها خیلی عجیب هستند و روند واقعی نیست در این اثر همین خیلی عجیب است و پیش از آن که ما با خودی همین گویم تحلیلی یک حکایه گذاریم شاید درباره این قصه اگر یگان فکرای شما باشد فکرای ما باشد برای بینندگان بیان کنیم. این حکایه از حیات مردم دهات محض از همین سبب ما یک دهی زیبا منظر ناحیه آینه را انتخاب کردیم دهی زاسون دهی که شاعر بسیار مشهور عصر 20 نقیب خان طغرل احراری تولد یافتند. بهمنیار نویسنده است که بسیار ساده و هزل و شوخی را آنقدر با یکدیگر آمیخته می نویسد که آدم بعضا فراموش می شود که در همین جا گریه کند یا خنده کند بعضا می خواهد که هم گریید و هم خندید. بسیار نویسنده خوبی خلقی است و یکی از حکایه های بسیار پسندیده هم خود ادیب و هم خوانندگان است. تقریبا 40 سال پیشتر از این ایجاد شده بود این قصه لیکن هنوز می خوانند. من یک چند مرتبه مطالعه کردم. واقعه های شاهبوزی بیبی مریم در دهه صورت میگیرند و قهرمانانش دهاتیان است. از نقیب خان طغرل یادآور شد و باید یادآور شویم که بینندگان که ما در نزد چناری هستیم که یا در سایه چناری هستیم که با دستان خود نقیب خان طغرل را شنیدند و درست گفته درباره بهمنیار گفتید که چنان پیچیده است که هم هزل و شوخی و هم جاهای حزن انگیز با هم پیچیده است و خودی روند واقعی نیست پیچیده است. یعنی یک اگر که واقعی قبلی رو نخونده باشه یا آگاه نباشید گمان است که از واقعی که بعد میآید و اون رو بعد میخونید شما آگاهی پیدا میکنید در نظر اول یا نه هرچند که ممکن است که هر یک رو در علادگی خواند ولی اگر که از ابتدا خونید و گمان میکنم که تصوراتش و درکش دیگر است. چیخوف بیشتر همه خیلی حکایه ها نوشته است. وقتی چیخوف رو میخوانید ببینید که حکایه آهنگ شوخی دارد لیکن مضمون بسیار جدی است و در همین حکایه بهمنیار یک عالم معنی را در یک چند ورق گنجانده است. تقدیر انسان است. تقدیر یک کمپری که تاجیک که یک بوز داشت و همین بوز با چه تصادف دو شاخش به هم پیچیده در تار سرش شکلی هش گرفته بود و این بوز را چی میگفتند؟ هشک میگفتند. اکنون ما درباره این بوز صاحب بوز و مردمی که همین بوز را دیدند و دیدن میخواستند مردمی که به بوز علاقمندی داشتند درباره همین ها امروز صحبت میکنیم. حکایه نام دارد شهبوزی بیبی مریم و شاید یک نفر با شکل کوتاه مندرجه حکایه رو نقل میکند و باز دیگر به پهلوی حکایه داخل میکنه. کی نقل میکنه؟
مرحبا. در دهه با نام سرمده بوزه بود که در سر شاخ با طور پیچ تاب خورده و مثل رقمی 8 مانند بود که شاید از این قانون نانوشته طبیعت باشد یا جستخیزی خودی بوز باشد. با رقم 8 را گرفته شق شده مونده بود و بسیار توجهی مثال مردم به همین بوز شاخه همین بوز مردم را به خود جلب میکرد و در همین رفتی همین حکایه همین بوز در همون دهه افتخاری همون ده شده بود که مثال همه از تمام دنیاها با طریق مجله و روزنامه ها عکس همین بوز را چاپ میکردند و مردم همین ده با افتخار یعنی میگفتند که مثال در دهه ما چنین بوزه با نام حشک اون به سر میبرد. خب کی جواب میدهد چخیل این بوز مشهور شد؟ یک روزنامه‌نگار خواست که به کولی قهربا رود و در نظرش دهه برآمد. او به داخل دهه درآمد، دید که در شاخ درخت بوزه است و برگ درخت را خورده ایستاده است و او توجه او به شاخهای بوز جلب شد. یعنی وقتی که او شاخهای بوز را دید در تعجب افتاد و در سوی چادر خود یعنی رو به سوی چادر خود نهاد. او چنان میدوید که کس خیال میکرد گلای گرگان او را سر کرده ایستادند. او هنگامی که از نزد چادر خود گشته آمد دید که آن بوز نیست. یعنی او چند روز به سراغ آن بوز رفت. او را در رمه ها و در نزد بوزان دیگر میدید و او را از هر کجا یعنی او را سراغ میگیرید و با این راه وقتی که به دولت خودش برگشت در مجله ها چوب همان یعنی صورت همان بوز را چوب نمود. یک روز به دست کمپیر بسته می آید و کمپیر حیران می شود. او از ترس او را یعنی بسته را نمی تواند کشودن و بیبی مریم باشد یعنی آن را کمپیر باشد آن را میکشاید. میبیند که صورت بوزی او یعنی با طور عجیبه در مجله ها یعنی چاپ گردیده است و او حیران می شود و با این را مردم میفهمند که یعنی بوزی شهبوزی بیبی مریم یعنی بوزی عادی نیست. صورت بوز در مقابل یک مجله رنگه چاپ شد و با دست بیبی مریم رسید. مردم ده دیدن که بوز بیبی مریم در مجله صورت چاپ شده است. مردم عالم هم در دیگر کشورها هم صورت بوز بیبی مریم را دیدند و همین طرف بوز معلوم و مشهور شد و حتی بوز را با گویم که با همین جانوران دیگر مملکت مقایسه کردن و باز روندی با خب چگونه صورت میگیرد. بوز همین طور مشهور گشت و همچون افتخاری دهی سرمدهیان شد. وقتی که بوز در بین مردم مشهور گشت از تمام گوشه دنیا با نام کمپیر بسته و یعنی وانامه ها می آمدند. کمپیر بسیار به هیجان آمده بود چون که او در عمر خود هیچگاه چنین وانامه ها را گرفته نبود. بسیار از مردم خواهش میکردند که با آنها و صورت بوز را عکس او را گرفته با آنها فرستانند و بعضی از مردها میخواستند که در روز 8 مارس با زنهای خود و یا با عائله خود چنین عکس های بوز را گرفته با آنها فرستانند. ولی کمپیر باشد این کار را نمیکرد و او بعضی وقت از مردم میپرسید که مگر شما دیگر هیچ کاری ندارید که با این کارها دست میزنید. مردم به بوز بسیار تحفه ها میفرستادند ولی به کمپیر باشد هیچ تحفه را نمیفرستادند. کمپیر در این وقت بسیار خود را بد حس میکرد. مثل که امروز به دهه شما یک ماشین مهمان شد در تنش نوشتگی تلویزیونیه. بعد با دهه آنها ماشین اومد که در آن تلویزیون نوشته شده بود. از درون آن یک مرد برآمد و او بوز را دیده با کمپیر اعتبار نداد. کمپیر باشد در حیران ماند. وقتی اون مرد با کمپیر نگاه کرد اعتبار نداد و با خود گفت که چخیل یک بوزی بسیار مشهور و چخیل صاحب نوشو دارد. کمپیر در همین وقت دویده به خانه کمپیر میسر رفته از آنجا لباسای کلوش و محسی او را گرفته میپوشد و تا اینکه در نزد آنها خود را ناراحت حس نکند. کارمندان تلویزیون برای گرفتن کینو آمده بودند و بوز را گرفته با ثبت کردن کینو آغاز نمودند و با کمپیر چی کار کردن و چه خیلی رفتار کردن او را گفتند. آنها یک جایی همون کادر رو با کمپیر 7-8 بار نشان میدادند ولی کمپیر خود را در بین خود را آنقدر نقص نشان دادن نمیتوانید. حتی کمپیر رو جنگ کردن نه؟ حتی کمپیر رو
ҷанг карда дашном доданд. یعنی کامپیر باید نقشی صاحبی حشک‌را بازی میکرد. کامپیر بسیار کامپیری عادی بود و بازی کردن نمیتونست و زندگی میکرد. این در صحنه بازی میکنند نقش یگان نفر را. کامپیر هر روز بزکش رو میجوشید با پوده های میکرد، بگاه از پوده پیشواز میگرفت، دیگر کاری نداشت. امروز گفتن که اکنون تو با بزک این خیل مناسبت میکنی، با بزک این خیل گم میزنی. کامپیر یگان وقت با بزک گم نمیزد. از این سبب بسیار خودش رو ناراحت حس کرد. اکنون یک سوال بچه‌های عزیز، برای چه مردم عالم، البته همه نه، یک قسم معینشون، آنهایی که همین مجله به دستشون رسیده بود، با یک بز، به صورت یک بز که شاخش به شکل 8 سبزیده است، اینقدر چسبیدن، مشغول شدن. در سر بز که رقم 8 شاخ شده بود، مردم با آن بسیار تعجب کردند و همینطور بز با همان شاخ خود مشهور شد و مردم را به خود جلب کرد. بسیاری ها ظاهر پرستند و قول رودکی که آنها دنیا را با چشم سرشان میبینند، نه با چشم نه با چشم دلشان. در حقیقت بسیار آدم ظاهر پرستند. ما یک واقعه رو نقل میکنم. در دهی ما هم سالهای 70 وقتی ما مکتب خوان بودیم، یک بز بود شاخهایش به شکل قرود، گویا کامپیری که صاحب همون بز بود دو قرود شکیده در همین طور سری همین بز گذاشته باشد. بز قرود شاخ میگفتن و تعجب آدم خیلی زیاد بود به همین بزک. و رفته این برای اهل دهه یک چیزی مقرر شد، دیگر یگان کس اعتبار نمیداد، لیکن هر کس که باری اول میدید بسیار مراغ ظاهر میکرد. واقعا مردم ظاهر پرست خیلی زیاد هستند. یک شاخ اینقدر هنگامه، یگان کس به کامپیر اعتبار نمیدهد. کامپیر صاحب بز است، انسان است، آدم است. مردم هر که به همین دهه می آمد یا هر که مکتوب می فرستاد نمی گفت که ای کامپیری که مریم تو چه حال داری؟ با تو چی در کار است؟ به بزش توجه میکردن. همین مکتوب ها اصلا به کامپیر مریم نبود، همین مکتوب ها اصلا به نام بز بود. بعضی ها قند میفرستادند، کلچه میفرستادند. من تصور میکنم که اگر امروز میبود، امروز دسترسی آسودگی که امروز است، امروز میبود یخماس هم میفرستادند برای همین بز. حتی بینید که اگر در دهه شما یک چیز مقرری گفتید، ولی این بز رو بسیار بد میدیدند. در همین بزی که اصلا بز در میان مردم همچون شیطان مشهور است. گپ درست گفتید. و بهمنی رو هم در همین حکایت قید کرده است. و برای چی بد میدیدن این بز را؟ عموما مردم برای چی بز رو چندان خوش ندارند. برای این مردم بزرگ رو گنده میدیدن که به هر جای میرفت به جای گلزار رو به بیابان تبدیل میکرد. وقتی که نبیره کامپیری میسه به قشلاق مادر بزرگش برای استراحت آمده بود، و به مادر بزرگ از کتاب های خوانده خود نقل میکرد که بزها بسیار بد هستند. آنها هر جای گلزار را به بیابان ها به جنگل عالم را خراب کردند. کامپیر سری نبیرش را سیله کرده میگفت واه چقدر بد. و با اثری تعصب و باز پیشی کامپیری و بیبی مریم رفته، باز پرسان میشد که باز به تو چی بسته ها اومد، چی خبر شد. برای همین مردم و بزرگ را بد میدیدن. همین بزرگ را یا عموما ذات بز را بد میدیدن؟ عموما ذات بز را. همین بهمنی رو گفته است که بزها به عالم بسیار ضرر آوردند. همین راست باشد و بهمنی رو شوخی کرده است؟ به فکر من که راست است. راست است. در قشلاق شما پاده هستن میبرند. بز هست؟ یک 50-100 بز دارید؟ زیادتر شد. همین بز از گاو در حرکت چه فرق دارد؟ بز بسیار چست و چالاک است. برای همین چست و چالاکیش مردم
از بوز بیزار هستند، برای اینکه بوز چقان کس به شاخ درخت هم میبرد، گفت فقط از زمین علف میخورد، ابوز از شاخ درخت هم برای خودش غذا پیدا میکند و خود چوپان ها موقع بوز رو نقص نمیبینه. همین بوز حیوانی بد نیست، اصلا یگان حیوان بد نیست. گرگ درنده است، باید گوسفند را دزدیده دریده بخورد. بوز بسیار چالاک است و باید به شاخ درخت براید، در کار باشد به شاخ سفیددار هم اگر امکانات پیدا شود و میبراید. لیکن همین بعضا میگویند که بوز با ضررناک است، بوز بسیار آفت میبرد. بوز ضررناک نیست، ما باید احتیاط شویم، ما باید احتیاط کنیم. اگر احتیاط نشوید میدان شما را اگر 4 بوز داشته باشید به اعتبار شد در 4 روز تماما سفید یا سیب سرخ کرده میپرداید. بوزی که بهمنیور تصویر کرده است اینقدرش مشهور شد و مردم بوری اول با بوز با نظری با کمپیر میرم با حسد میبردن. بله. و حالا که خودی کمپیر مریم از این قدر خوش نبود از داشتن بوزش، همین خیلی نه، برای چی؟ یکم بار فکر کرده شما؟ هرچند که الکی سرشته گپ رو گویم که شدن وابسته به همین. چرا همه خرسند و کمپیر مریم از بوزی خود ناراضی و ناخوش بود؟ برای آنکه از هر گوشه و کنار دنیا به تماشای شهبوزی بیبی مریم آدما می آمدند. یکم اینکه و از کارهایش باز میموند و دوم اینکه بعضیشان سوالهای بی‌معنی میدادند. بعضیشون بسیار آدمان سوالهای بی‌معنی میدادند. بسیار آدمان سوالهای بی‌معنی میدادند. و سوم اینکه او رو که یک زنی عادی بود، کمپیر عادی بود، به هر خیل نقش آفری میگفتند، مجبور میکردند. برای همین کمپیر مریم از این بوزش اینقدر فایده نمیدید، ناراضی بود، از بوزداریش بیزار بود. بغیر از این بعضا میگفتن که کلوشت کهنه است، رفته کلوش نو پوشیده. با اول کمپیر بیبی مریم کلوش نو نداشت و رفته از همسایه کلوش پرسیده می آمد که کلوشت را 2 ساعت قرض ده که و مردم به حال من میخندند. ولی با وجود همین مردم حسد میبردن و حتی یک قهرمانی خیلی مشهور دارد همین سرمده، در این حکایه هم نقش خوب دارد، خالدار چیلدروغ. همین چی گفت بیبی مریم را وابسته به آن که شاخهای بوزش همین خیلی گویم که پیچان بودن، رقم 8 مانم بودن. خالدار چیلدروغ چون میبیند که کمپیر بیبی مریم با چنین داشتن بوزش، یعنی که همه روزه با خانه کمپیر بیبی مریم به نام بوز بسیار نامه ها می آمد، یعنی که بوز افتخار دیه شده بود. یعنی که او از کمپیر بیبی مریم خواهش نبود که از نسل بوزی آن بگیرد و در به مثل همین کمپیر بیبی مریم یعنی که مشهور شود و با این واسطه بسیار هم پول به دست آورد. این پیشنهاد را با کمپیر بیبی مریم کرده بود. خب از همین بوز نسل گرفته نتوانستند، لیکن با کمپیر بیبی مریم گفت که بوزی تو چگونه است؟ من یک بوزم را شاخهش را با سیم بستم، یعنی که اون شکل هش را نگرفت. از دید حسد با او نگاه میکرد و میخواست که به مثل او صاحب چنین بوز باشد. یک گپ میزند همین کمپیر، میگوید که مالش میگوید من روزی که نسل گرد، ولی هرچی بسیار شد میگوید چی میشود؟ کمپیر میگوید که من روزیم، لیکن هرچی بسیار میشود اون خار میشود میگوید. درست. و باز من یک چیزی رو تاکید کردنیم که خالدار چیلدروغ میخواست که به مانند کمپیر یک بوزه داشته باشد که شاخهایش به مانند حشک باشد. بعد او یک بوز را گرفته شاخهایش را با سیم بست که به مانند حشک شود، لیکن آن نشد. به خاطر مشهور شدن مردم به چه کارهای دست نمیزنند. یعنی خالدار چیلدروغ میخواست که یک بوزه داشته باشد شاخهایش اگر هش نباشد یگان عجایبات داشته باشند و مردم به دیدن این بوزک آیند. بعد خالدار چیلدروغ به هر یک شخصی که می آید یگان چی گوید که برای بوزی من پول ده یا عاقل ساز و غیره و ها کذا. بوزک جان یک کمپیرک را در عذاب ماند به حلقش آورد و کمپیر بیزار شد. اگر ما اعتبار دهیم
баъзе ҷавонони мо баъзе ҳатто мактаб бачаҳои хонандаҳои мо ҳам ҳамин мисли мардуми сармаддеҳ рафтор мекунанд. масалан вақте ба интернет медароед ба ҷои он ки ягон чизи манфиатнок мо пайдо кунем ҷустуҷӯ кунем медароем ҳамин ба мисли бузи ҳашак як чизеро мо ҷустуҷӯ мекунем ки ба мо ҳеҷ аҳамият надорад ба мо ҳеҷ манфиат намеорад. аз он ки шумо аз ким куҷо ба сармаддеҳ омада шохи бузакро дида меравед чӣ манфиат аст? хуб омада дар пеши бузак мардум сурат мегирифтанд. ҳатто баъзеҳо мегуфтанд ки мо шохи бузакро гирему дар откритка вономаҳо чоп карда ба зану духтарони худамо тӯҳфа кунем. дар пасаш нависем ки 8 март муборак бод рӯзи модарон. ва ҳамин корро ба хотири чӣ мекардам? ин тоифа зоҳирпарастанд. ба интернет вақте медорем бозиҳое ҳаст ки ба мисли шохҳои ҳашак бисёр аҷиб ҳастанд, лекин ҳеҷ манфиат намеоранд, фақат дарди сар меоранд. пас мо мафтуни шохҳо нашавем. мо ба чӣ мафтун шудамо дар кор? ба чизе мафтун шудамо дар кор ки ба ақлу ҳуши мо манфиат биёрад. фаҳмидед? баҳманиёр мегӯяд ки эй мардум шумо чӣ кор мекунед? як шохи буз гуфта як кампирро ки худ бе ҳамин ҳам бечораю бенавою дардманду пир аст ба ҳолаш намегузоред. монед ҳамин бузакро ба соҳиби буз машғул шавед. хуб агар буз барои шумо бисёр аҷиб аст, барои кампир ақаллан 2 метр як чит биёред. ва бинед тазодро бинед ки дар ҳамин идомаи суханои шумо аз берун гум мекард ки кампир бениҳоят кампири ҳамин хушбахту хурсанд аст ки ҳар рӯз ба хонаи вай меҳмон аст. гӯё ки соҳиби обрӯ шуд. аз самти дигар нигоҳ кунем, кампир аз ҳамин безор буд, аз ҳамин соҳиби бузи ба обрӯ шудану аз ҳамин зиндагӣ доштан худи кампир безор буд. воқеан доир ба кампир ва бузи ӯ ва ҳамсояю ҳамдиҳои хеле суханои зиёд шуд, вале аслан бинед ки ҳама дар атрофи симои буз ва соҳибаш воқеот чарх мезананд ва бинед ки вобаста ба ҳамин ҳолат боз дар бораи кампир боз чӣ гуфтан мумкин? ба кампир бисёр номаҳою вономаҳо меомад, вале кампир бесавод буд, хондану навишта наметавонист. вай дар хаёли худ буд ки фақат дар ҷаҳон 2 забон аст, эронӣ ва неронӣ. вале вақте ки амон вономаҳоро дид, ӯ ҳайрон монд, чӣ гуфтанашро надонист. барои чӣ ҳайрон монд? барои он ки дар олам бисёр хатҳо мавҷуданд ва барои ҳамин вай ҳайрон шуд. ин қадар дар олам забону хати зиёд аст. дидед соҳиби бузак одами тамоман муқаррирӣ буд. хуб боз ки чӣ мегӯяд аз ин тараф? бо вуҷуди бесавод буданаш кампир боақл буд. ӯ фикр мекард ки наход ки дар ҷаҳон ин қадар забонҳои гуногун, яъне хатҳои гуногун вуҷуд дошта бошад. ба ғайр аз ин кампир боз дар як масъала бо ақли худашро нишон дода аст ки гуфта метавонад. кампир дар ҳайрат буд ки мардум дигар кор надоранд ки шохи бузи манро тамошо мекунанд. дар ҳақиқат дар ҳамин ҷо кампири боақл, кампири оддӣ вале боақл будани биби Марьям намоён мешавад. вай савод надошт, мегуфт ки дар дунё 2 забон аст, эронӣ неэронӣ. вай фикр мекард ки фақат хати форзӣ ҳаст. ва бори аввал дид ки хати каҷукилеб аст, аз боло ба поён менависанд, калону хурд аст, сурху сафед аст. ва гуфт ки бо вуҷуди ин қадар бесаводӣ гуфт ки эй мардум шумо кор надоред ки фақат шохи буз тамошо мекунед. яъне ҳамин гуна шох доштани бузаш барои вай ҳеҷ аҷоибате надошт. аҷоибот надошт. яъне худи кампир чандон ҳайрон набуд. вай омад ҳатто намедонист ки шохи бузаш ба 8 монанд аст. албатта шохи буз ба шакли 8 сабзат аҷиб аст. мо бояд тамошо кунем. бисёр бад нест агар дар паҳлӯи ҳамин хел буз ягон кас сурат гирад. лекин ин қадар кори оламро оварда ба сари як шох
جنبست کردن، از هوش رفتن، هنگامه برداشتن، ما فکر میکنم که اینقدر شرط هم نبودگی. از همین سبب کمپیر حیران بود و در همین جا با عقلی خودش رو نشان داده است. بچه عزیز، بهمنیار میگوید که گشته و برگشته در همین حکایش تاکید میکند که به انسان رو بیاره. اگر کمپیر مریم بهمنیار نگفته است، لیکن من فکر میکنم که بهمنیار هم به همین فکر ما راضی میشود. اگر کمپیر مریم اره گرفته گردن بوزش رو در میان پایهایش گذاشته با جد جهد یگان کار را گویا در عمرش اینقدر با شوق و ذوق نکرده باشد، اره گرفته شاخ بوزش را نمی برید، من باور دارم که بعد یگان ماه به سکته دل گرفتار میشد یا فشار خونش به 220 دکه میخورد یا مبتلای بیماری قند میشد یا یگان کس سخت جنگ میکرد و کمپیر زهرکف شده از دنیا میرفت. کمپیر مریم با دو دستی ادب بوزش را برده به گرگان میداد تا که از بوز خلاصی یابد. درست است. یا که کمپیر مریم بوزش را برده به گرگ میداد که ای گرگ همین بوز ما را خور که این مردم مرا بیزار کردن. فهمیدید؟ وقتی که به چیزهای ناچیز ما میچسبیم مشغول میشویم چی میشود؟ عاقبت عمیقا به جان سیر میشیم، به کار مشغول شدن در کار، به چیز اندرمان شدن در کار که آدم را روز به روز بهتر کند، معرفت ما را بلند گرداند. و همین کتاب خوندن در کار که شما را یک زینه بالاتر برد. همین مثل حشک شاخ بوز، بعضی آدمان در لباسشان هم در خودشان هم بعضی چیزهای نادرکار گرفته میکردن. بعضی بینید در کیسه شمشون یا در سری زانهشون یا در بری کرتهشون آهنکو، نعلکو، تنگیکو، هر گونه آرایشاتی نادرکار آویخته میکردن که هیچ به همون حسن آدم هیچ مناسبت ندارد. از همین سبب لباس مکتبی ما ساده و زیبا، عادی و تازه شد که در مکتب خوش ما را انگشترین کدام یک دخترک یا گوشوارش نبرد. بله. مثل همین شوخی بوزی کمپیری مریم از همین سبب گرفته گشتنی تلفن برای خواننده ها منع شد که همین تلفن حشک نشود در دست شما آموزید. خوب میبینید در یک جا یک چیزی عجیب است، میبینید میگوید که بسیار خوب و گذشته میروید، اگر در کار شود عکس میبردارید، لیکن از این هنگامه برداشتن در کار نیست. بهمنیار گشته و برگشته هوش ما را به خودی ما برگرداندنی است. میگوید که به خودتان، به همسایتان، به دوستتان، پدرتان، مادرتان، به کمپیرها، به موسفیدها اعتبار دهید. یک مقصد اساسی ما از تهیه برنامه پیشنهاد اثر در آن است که از آن حکمت های گوناگون گیرند خوانندگان و خلاصه های در کاری برارند و چون معلوم است که بچه ها از مندرجه حکایت خیلی خوب آگاهند و حتی بعضی نکته رو خیلی خوب و از یاد هم میدونند، ولی یک چیز دیگر رو میخواستم که از خواندن همین با خود چی گرفته باشن بچه ها، چون اینجا علاقه محکمرانه شد، بعضی گویم سرشته بعضی حکمت و مسئله هم کشوده شد، یعنی خود شما چی گرفتید از همین خواندن همین در هنگام خواندن اثر بعضی حکمت های هست که نویسنده روی راست نمیگوید. بله. همین ما باید صرفم رویم. آنچه که بهمنیار گفتن نخواست به خودی ما حواله کرد، کنی ما میفهمیم یا نه. واقعا این سوال عنعنوی ماست. برنامه بهتر از دوست این سوال رو همیشه امید جان به خواننده ها و تماشابینان پیش میدهند و ما اکنون دانستن میخواهیم که چی خلاصه برداشتیم.
من از خواندن این اثر به خلاصه آمدم که در این اثر یعنی قدر مردم خیلی پست شده است. همه با همون بوز اهمیت میدین و با اون کمپیر بیچاره یگان اهمیت نمیدین. ما باید در زندگی این طرف ظاهر پرست نباشیم. ما همه وقت باید قدر و قیمت انسان رو از همه چیز بالاتر دانیم. درست است. بهمنیار با نوشتن این اثر یعنی که مردم رو تاکید می‌نماید که تا ما در زندگی یعنی ظاهر پرست نباشیم، هر یک چیز رو یعنی که با چشم دل بنگریم، یعنی که همه چیز رو یک خل دونه. نویسنده بهمنیار گفته است که مردم به چیزی حسد میبرند که قابل حسد خوردن نیست. از خواندن این اثر من فهمیدم که شهرت بز به سر کمپیر مریم هم روزهای سخت و هم روزهای خوب آورده است. شهرت بی بنیاد به سر آدم روزهای خیلی وزین می آورده است. یعنی با فکر تو اینقدر مشهور شدن بی مریم با بزش شهرت بی بنیاد است؟ بله، چون که از یک طرف رئیس دهه خانه او را بسیار زیبا کرد، ولی از طرف دیگر باشد وقتی که کارگردان برای فیلم تیار کردن به خانه کمپیر مریم اومدن او را بسیار جنجال کردند و گفتند که نخواد که صاحبی بز همین خیلی آدمی ناشود باشد. برای همین کمپیر مریم شاخ بزش را با اره برید. شاخ بز با کمپیر مریم یک خوشی 10 ناخوشی می آورد. به مثل همین حادثه در زندگی ما چیزهای ابلهانه، مسابقه های بیهوده خیلی زیاد هستند. بهمنیار اساساً تاکید میکند که در این اثر هست که مثلا همین اثر را مطالعه کند خود درک میکند زود که اصلا همین اثر درباره یعنی ظاهر پرستی همین مردمی سرمده میرفت. اگر همین مردمی سرمده یعنی ظاهر پرست نمیشدن، اونا اساساً خود درک میکردند که همه توجه با همون شاخهای حشکی شهباز بیبی مریم بود. اونها اگر در دهه خود یعنی مثلا یگان همه سرجمانه اهل میشدند، مثلا یگان چیزی از همین حشک دیدن، مثلا یگان بینای میساختند یا که موردی توجه ظاهر میشد، اونها به فکر من که با دهه خود مثال یگان درآمد زیادی را میآورند. افسوس اینها مثال ظاهر پرست بودند. همین مردم دهه رو چی ظاهر پرست کرد؟ مردمی سرمده بسیار سبب که مثال نادان بودن، یعنی کنزه کنفهم بودن، مثال چیزی که اونقدر موردی توجه نیست، مثلا شاخه بز، اونها بسیار دقت ظاهر میکردن. در همین حکایه مردمی سرمده گویا یک بی‌سواد و بی معرفت تصویر شدند. در اصل این خیلی نیست. وقتی که ما خودی قصه رو از اول تا آخر میخونیم میفهمیم که مردمی سرمده بسیار مردمی با معرفت و زحمتکش هستند. نویسنده گفته است که مردم بسیار وقتشون رو بهوده صرف میکنند. واقعا هم بهمنیار در این حکایه که شهبوز بیبی مریم رو نوشته است، اولا گفته است که ما باید ظاهر پرست نباشیم، باطن نگاه کنیم. اگر ما در این اثر میبینیم که واقعا هم یک بوز شهرت بی اندازه کسب کرده در یک دهه. هر یک شخصی که هر یک نفری که واقعا به این دهه میبیاین پیش از همه توجه خود رو به بوز روانه کرده میکنن و این وقتی که بسیارتر آدما آمدن توجه خود رو به بوز جلب میکنن، بسیار کمپیر بیبی مریم ناراحت میشود. اگر این وقتی که ما پیش از همه یک کارو کردنی شویم، هر دو پهلو فکر کنیم. مردم بسیار می آمدن، بسیار دقت خود را به بوز روانه میکردن. بیبی مریم که بسیار یک زندگی نه آنقدر خوب داشت، اگر مردمی که می آمدن، هر یک مردمی که به دیدن بوز می آمد با کمپیر یگان یاری مادی میکردن، کمپیر هم بسیار از این شاد شده واقعا برای فیلم آفرین این بوز مساعدت میکرد. در همین حوله که ما نشستیم، در همین حوله شاعری شهیر تاجیک نقیب خان طغرل احراری تولد شده، به وای رسیده، از عالم گذشتن. در همین حوله انا در این خانه زیستن و خانه که خودشون پوشیدن با دست خود، با دست خود همین خانه را بنا کردن. پس ما در سایه صده نشستیم که خود شاعر چناندن، به وای رساندن. باز من تقریبا 30 سال پیش از این با همین خاندان به زیارت خاندان شاعر آمده بودم، گفتن که در اینجا یک صدبرگ است. همین صدبرگ رو اگر به یگان گوشه دیگر برند سبز نمیشود، نمیشکفد. فقط در همین خاندان است همین صدبرگی طغرلی میگفتن. خب من این قصه را با چند آدم نقل میکنم
و همین آدمان به دیدن و تماشای همین صدبرگ می آیند و همین اگر روند و دیگر مردم گویند که ما در یک جا در خانه شاعری بینظیری تاجیک طغرل احراری یک صدبرگ دیدیم که این خیل است و این خیل است و این خیل است، ولی درباره خود شاعر اگر چیزی نگویند همین قصه بهمنیار به خاطر می آید. ما وقتی که درباره به تماشای صدبرگ طغرل می آییم، ما وقتی به زیارت خانه طغرل می آییم، همیشه در پیش نظر ما شعر طغرل، معنی طغرل، خودی طغرل، مردم همین دهی طغرل باشد. ما از هر یک گل گیاه همین دهه طغرل را جستجو کنیم. ما در هر یک درخت، در هر یک کوچه، در هر یک بنا، در هر یک سالن مناسبت دهی زاسون شما را باید بینیم. ما به باغ میدان شما نگاه کرده زاسون را، مردم زاسون را بینیم. بهتر می شود اگر ما درباره شما نقل کنیم. بله. درباره آموزگاران شما که اینقدر زحمت کشیده شما را سواد می آموزانند. درباره شما که تازه آزادی خوشروی زیبا هستید و در دل اینقدر آرزوها دارید. پیش از نمایش با اینها صحبت کردیم کی کدام کس را انتخاب کردن میخواهد، کی چی شدن میخواهد. ما باید درباره شما زیادتر، درباره یک درخت یک جمله گوییم، درباره شما باید 10 جمله به مردم خبر دهیم. تنها در اطراف یک حکایه نمی قصه ما اینقدر صحبت کردیم و حتی که وقت کمی کرد، ولی ما شاید که از این باز دیگر معنی‌های دیگر هم می‌برداشتیم. و ما هم از استاد بهمنیار خرسند هستیم که یک حکایه عجیب نویسند و به خاطر یک حکایه بهمنیار ما از دوشنبه خسته به زاسون آمدیم، اینقدر عالم رو دیدیم، با اینقدر آدم شناس شدیم. ما نیز پیوسته کوشش میکنیم همین گونه به شهرنشین‌ها به سفر بریم تا با خوانندگان فعال مسائل تعلیمی در رابطه با اثرهای گوناگونی برجسته ادبیات تاجیک و جهانی بحث و مباحثه و تحلیل و بررسی ها را به انجام رسانیم. این شماره 90 نمایش بود. تا بازدید.